1000 سال پیش ساخته شده. مواد ساخت این بنا ساروج و لاشه سنگ گفته میشه. بجز این 3 کاربری داره که شاخص مهمه. بفرمایید کسی که توضیحات رو میده مرکزیت بنا. ببینیم چه اتفاقی. به نام حضرت دوست، هر که هست و نیست از آن اوست و دگر هیچ. پژواک رو داره به ما میده، اکو میکنه. دیگه من احتیاجی به بلندگو ندارم. حتی کسی الان پلوی پله ها باشه همه این توضیحات رو میشنوه. انگار بلندگویی. چرا من مرکز بنا میخوام بیام پیش بانوان محترم توضیحاتمو بدم؟ این دیگه علمیش میکنه. هرچی که از مرکزیت به سمت شما میام دیگه پژواک رو به ما نمیده، دیگه اکو نمیکنه. حالا اگر 30 نفر کامل باشید به کل پژواک از بین میره. وقتی که به مرکزیت بنا میام، حالت اکو، علم به این کار رو میگه آکوستیک، مربوط به سوراخ‌های داخل. 193 تا اعداد هیچی رو به ما نمیده. 2 ردیف اول و دوم رو ببندیم پژواک از بین میره.